تا حالا عاشق شدی؟ آره. الانم باهاشی؟ دوستیم با هم. خب وقتی عاشقشی چرا بهش نمیگی؟ تو شرایط الان که نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه شغل درست حسابی دارم. به نظر قبول میکنه؟ خب نگاه کن، الان بهت یه چالش میدم. خب بهش زنگ بزن، گوشی رو بده من. چشم. اوکی. الو. سلام. سلام غزل خانم. بله بفرمایید. من رفیقی آقا یدی هستم، میخواستم یه چیزی بگم. امرتون. آقا یدی خودش روش نمیشد بگه که من واسطه شدم بگم. آقا یدی شما رو خیلی دوست داره. میشه گوشی بده به خودش؟ باش. سلام، خوبی؟ یعنی تو واقعا منو دوست داری؟ آره، با تمام وجودم دوستت دارم. واقعا خیلی دوستت دارم. میدونم که جدیه، من با خانوادم صحبت کنم تو آخر هفته بری خواستگاری. اصلا جدیه، ولی خب خودت خوب میدونی که شرایط الان